عقاب سرخ. از کاری که میکنی مطمئنی؟ من فقط از این مطمئنم از امشب دیگه خدمتکار قصر نیستم. ولی کارتو تو قصر از دست میدی زن قابل اعتماد مارکیز کی؟ خب تویی. به علاوه چرا میخوای بهش لطف بکنی؟ مگه نمیبینی که مارکیز کوچولو خیلی پسر پررویی و گنسلو رو عصبانی میکنه؟ باز داری گیجم میکنی، بازم داری گیجم میکنی. تو خودت گیج خدایی هستی. داره گیجت میکنه. خودم میدونم دختر. برو کنار ببینم. اتفاقا ما کلی هم آدمای خوشمشربی هستیم. حالا میریم خونه اون یارو مارکیز، بعد یه چند تا جوک براش تعریف میکنیم. اگه خوشش نیامد برمیگردیم اینجا، ولی اون خوشش میاد. مثل تو که خوشت میاد. وای به حالتون اگه به خاطر شما کارمو از دست بدم. شنیدی؟ مراقب کارت باش. نه آروم باش زن، نگران نباش. ما تو بدترین میدون جنگیدیم. آخه ما تو این مردا چی دیدیم که باشون ازدواج کردیم؟ خب دختر، چون نه پول دارن نه قیافه، شاید از همینشون خوشمون اومده. سلام. فقط اینو تونستم برای سفر برات بیارم. ممنونم. منم اینو. تو مطمئنی میخوای به سئول فرار کنی؟ همونقدر مطمئنم که الان تو سر تو پر از شبشای خوشگله. بدون خداحافظی رفتی؟ آره. خالت تو رو دوست داره مگه نه؟ اگه برسی تو رو میفروشه. منو بفروشه؟ خاله من از سلطان دمشقم پول دارتره. ولی اگه من پول داشتم. اونجا رو ببین، یه پیرمرد با یه کیف پول خوشگل برات خوبه دیگه. میخوای دزدی کنی؟ نه بابا، فقط ازش قرض میگیریم. اگه واقعا میخوای بری سئول هیچ کاری آسون تر از این نیست. ولی اگه منو بگیرن چی؟ ما مواظبتیم. حسابی نگاش کن. وای ببین، انگار تو ناز و نعمت قوتور بودن. ببین چقدر چیزای خوشگل دارن. ببین نقاشیه رو. خیلی خوب موندن. 200 سال پیش قصر کل اروپا رو تقریبا همینطوری تزیین میکردن. واو. این لوستره رو نگاه کن، رو زمینه. بیا اینجا پسر. نه خواهش میکنم، منو مجبور کردن. حرکت کن، برو تو. خواهش میکنم. نه بجام دوست کسافت. خواهش میکنم موریو. خواهش میکنم موریو. من از اینجا بیارین بیرون. موریو کمکم کن از اینجا بیارین بیرون. چیو به مامانم میگم تو به پدرت خبر بده. باشه برو دیگه. آخه پسر تو چرا انقدر میفهمی؟ مطالعه‌ام زیاده. همینه که مواد نریخته. چه شد سپری؟ چطور مگه؟ چیز ریخته؟ خیلی خوب. خانم مارکیز خیلی خوشحالم از دیدنتون. میخواین به هم پیشنهادی بکنین نه؟ بله خب در واقع برای پسرتون از اونجایی که ما دیدیم با معلمش دعوا کردین فهمیدیم که پست اون الان خالیه. ما یه نفر رو میشناسیم که میتونه این پست رو بگیره. یه معلم فوق العاده است، یه کاندیدای عالی. اگه شما بخواین آدم خیلی خوبه. بله میخوام، ولی باید اونو بشناسم. درباره دوستتون به هم بگین معلم خوبه. اون بهترین کسیه که خوندن بلده، لاتین میدونه، یونانی میدونه، حساب بلده، زیاد سفر کرده، حتی چینم رفته. گفتی چین؟ باید به یارشگر اعتماد کنم؟ اون آدم فوق العاده یه وقتی میاد مهمون خونه من شراب که سفارش بده بهم میگه ممنونم. بسته دیگه. فکر میکنم چیز مهمی از دست نمیدم. بهش بگین فوراً بیاد پیش من. حتما خانم، هر وقت خواستیم تو چشم هم زدم میارمش. خیالتون راحت. از اون طرف. بله بابای. خدافظ. بفرمایید. برو دیگه. عجب. دار میزنن یا نمیزنن؟ ای بد شانسی، ای بخوش که این شانس. آخه این چه وضعشه؟ تو کار نمیکنی. این تقلبیه. بچه تو
آخه این چجور کشوریه؟ چجور کشوریه؟ به بچه‌هام رحم نمی‌کنی؟ چی شده پسر جون؟ واسه چی گرفتنت؟ یه کیف پر پول دزدیدم. کیف پول دزدیدی؟ مثل خودمی. برای اینکه بهتر متوجه بشی بهتره که بدونی که جرم دزدیدن قطع کردن دسته. ولی اون بدترین حالتشه. اگه خوش شانس باشی مدت 1 سال میفرستن کشتی پارویی. 1 سال به کشتی پارویی؟ تو کشتی فقط مجبوری پارو بزنی. چی شد؟ هیچی. فقط دارن یه مردو مشتمال میدن. ولی تو نگران نباش، میری کشتی پارویی پارو میزنی. میزنیم به سلامتی بهترین دوستای پادشاه. خب زیادم سخت نبوده. در حقیقت مردم پول دارن مثل خود بودن، واسه شون توضیح میدی اونا میفهمن. همش همین. ما مثل آدمای دیگه هستیم دیگه. آره راست میگی، چون مارکیز واسه این نگه داشتن دورش که جواهر داره. ببین این مدال مادر بزرگمه که الان مرده و اون رسیده به من. گونزالو خوشحال میشه بدون قراره به پسر مارکیز درس بده. خب از خوشحالی بال در میاره به نظرم. آلونسو رو ندیدی؟ داره با موریو بازی میکنه. بگین بیاد مدرسه، دارم الوارا رو درست میکنم. صبر کن گونزالو، یه دقیقه بیا کارت دارم. بیا. چیه؟ نمیخواد چی مرتب کنی؟ میخواین شما به هم کمک کنید؟ نه آره خب آره بیا، به کمکت احتیاج دارم. بیا تو مدرسه تو با قصر عوض میکنی. منظورت چیه؟ خب شما براش تعریف کن. ما برای تو قصر مارکیز کار پیدا کردیم. خانم مارکیز ولی پسرش معلم نداره، تو باید بری بهش درس بدی. باشه؟ چطور میتونی همچین پیشنهادی بهم بدی؟ خیلی ممنون کاتالینا. تا بعد اگه آلونسو رو دیدین بفرستینش پیش من. کاتالینا خوبه. ما رو باش که چقدر خوشحال بودیم که میخواستیم با همدیگه جشن بگیریم. شاید بعد از اول ازش میپرسیدیم. صدفان کاپیتان رودریگو کجاست؟ ماست که هیچ خبری ازش ندارم. به هم دروغ نگو، همدیگه رو میبینین. کتابو کجا مخفی کردی؟ نمیدونم از چی حرف زنی. اون زنم نمیشناسی؟ کدوم زن؟ منظورم همون زنیه که شب کریسمس مرد. زن معلم. باید برم ببینم چه اتفاقی افتاده. بچه جون، هی بچه جون، خود شدی اگه این مناظر رو ببینی که تو 3 ماه خوابت نمیبره. دیوونه کجا میری؟ کاپیتان کجاست؟ کاپیتان کجاست؟ اون زنو میشناسی؟ تو گفتم که اون زنو نمیشناسم. هیچی اونو نمیشناخت. صدفان شاید کاپیتان اونو میشناخت. سلام لوکرسیا. این شروع بدیه. باید بدونی که دستور دادم به آخرین معلمم شلاق بزنن. من گونزالو هم. گونزالو چند وقت گذشته؟ خیلی. ما تقریبا بچه بودیم. میتونی بری. بگو ببینم این همه سال کجا خودتو قایم کرده بودی؟ کلی سفر کردم. با زنم آشنا شدم، معلم شدم و یه پسر دارم. پس باید مرد خوشبختی باشی. زنم چند ماه پیش مرد. متاسفم. منم بیوه هستم. من و گونسالو با هم دیگه بزرگ شدیم. دوباره یادآوری نکن که یه آدم معمولی بودی مادر. حالا دیدی به یه معلم احتیاج داری؟ من معلمم. اگه میخوای پسرت درس بخونه میتونه بیاد مدرسه. فکرشم نکنین، من مدرسه فقیرا نمیرم. پول دار بودن بهت اجازه میده اینقدر گستاخ باشی؟ معذرت میخوام.
لازم ببخشیدن نیست، پسر من بی تربیته. استخدام شدی، میای اینجا و بهش درس میدی. الف با، حساب، لاتینم بلدی؟ و یونانی. انگار منظورمو نفهمیدی. من حتما بهت دستمزدم میدم. نه، مسئله پول نیست، مسئله صداقت منه. من معلم مدرسه‌ام، نه معلم خصوصی. میدونی که اصلا خوشم نمیاد نبشنوم. همیشه همینطوری بودی. اگه نظرت عوض شد من تو مدرسه‌ام. خوشحال شدم دوباره دیدمت لوکرسیا. باشه بریم شروع کنیم. زود باش نونیا. شمشیر رو بده به من. یکی این صندلیو ببره اونور. انقدر گوش نده، امروز تکلیفش معلوم میشه. دیگه نه ناله میکنه نه فریاد میزنه. من باید بدونم که اون کیه. پسر خودت به اندازه کافی مشکل داری، لازم نیست به فکر دیگران باشی. تو این شهر هممون بختمون سیاهه. ازش درباره مادرم میپرسیدن، شاید اون بدون مادرمو کی کشته. الان سامان تلوا. چقدر زود اومدن دنبالت پسر. الان سامان تلوا. میخوان با هم چیکار کنن؟ میخوان منو مجازات کنن؟ نه خواهش میکنم، میخوان با هم چیکار کنین؟ نه خدا به همراهه. نه پتر اونجا یه مرد هست که میتونه. آلونسو، امیدوارم برای این کار توضیح داشته باشی. آره دارم، ولی اونجا یه مردی هست که. بیا بریم. راستش اونجا یه مردی بود که از مامان حرف میزد، ازش درباره اون میپرسیدن. اون یه خالکوبی هم روی ولی این اون چیزی نیست که من ازت پرسیدم. متوجه هستی ممکن بود تو رو دار بزنن؟ میدونی مجبور شدم چی کار کنم تا تو رو آزاد کنن؟ اسبمونو فروختم، دیگه هیچی برامون نمونده. این جریان سئول رفتن دیگه چیه؟ میخواستم برم دنبال خاله مارگاریتا. چیه؟ اینجا زندگی خوبی نداری؟ اینطوری نیست. من اینقدر بدم؟ نه ولی آخه ما خیلی تنهاییم. خاله مارگاریتا میتونه بهمون کمک کنه. اون باید جایی باشه که الان هست. ما هم همین جاییم. ما یه خانواده ایم و میتونیم تنهایی زندگی کنیم. اونم جزء خانواده‌مونه. آلونسو، متاسفم من کار درستی انجام ندادم. ولی یه مرد تو زندون بود که داشت شکنجه میشد و از مامان حرف میزد. فرقی نمیکنه. عدالت حسابشو میرسه. چت شده گوش نمیدی؟ اونجا یه نفر هست که میدونه سر مامان چی اومده. شنیدم، لازم نیست دوباره بگی. نمیخوای هیچ کاری کنی؟ واسه مهم نیست سر مامان چی اومده؟ تو یه ترسویی. ترسو! من خودم میفهمم مادرمو کی کشته. وایسا ایوون. ممنونم. عجله کنین، یه سرپناه پیدا کنین. خوب نیست شب و تو این سرزمین وحشیا بمونین. اینقدر نگران نباشین. حالا میبینین چطوری بچهش ازتون استقبال میکنه. میبینین؟ نه نگران بچه نیستم، نگران پدرشم. خدا به همراهتون باشه. ممنون. خدا به همراهت.
ستوان نه منو نکش، خواهش میکنم. من فقط یه بچه‌ام. یه بچه قد تو این وقت شب اینجا چی کار میکنه؟ عقاب سرخ، تو میتونی کمکم کنی. مادرمو کشتن و اون تو کسی هست که یه چیزایی دربارش میدونه. برگرد خونت. هیچ کاری نمی کنی؟ اینجا جای تو نیست. ولی من باید برم داخل زندون. میخوای تو رو بکشن؟ برام مهم نیست. من مثل پدرم ترسو نیستم. تو پسر معلمی نه؟ از کجا فهمیدی؟ من همه چی رو میدونم. پس اگه میدونی کی مادرمو کشته؟ خب من تقریبا همه چی رو میدونم، ولی پیدا میکنم کی بوده. فقط به یه شرط، باید هرچی پدرت میگه رو گوش کنی. باشه؟ حالا برگرد خونت. چطوری؟ الان بهت میگم. آماده ای؟ آره. بدو، یادت باشه بهت چی گفتم. میگم وقتی اول آویزونت میکنن خیلی بهت سخت میگذره، ولی بعدش به نظر میاد که آسون تر میشه. یه نفر میبرت داستمون. زندونیا خفه. اینجا کاری از دست پدرم بر نمیاد. هر دوتاتون راهی جهنم شده. کمکم کن پدر، کمکم کن. میدونی منم قبلا کشیش بودم، اونقدر به مراسم اشاره ربانی میرفتم که من حتی اسقف اعظمم کردم، حتی یه بارم پاپ شدم. اگه نمیخوای تو رم با اون بفرستن پس دهنتو ببند. باشه ببخشید. تو کی هستی؟ درباره زن معلم چی میدونی؟ چرا باید بهت بگم؟ چون من تنها کسیم که میتونم تو رو از اینجا بیارم بیرون. مرد چون درگیر موضوع خیلی جدی شده بود. کاپیتان همه ماجرا رو میدونه. منظورت کدوم کاپیتانه؟ اسمش کاپیتان رودریگو. بهشون گفتم که اون مرده ولی حقیقت نداره، اون زنده است. به هم بگو چه شکلیه، چطوری میتونم بشناسمش؟ اون یه خالکوبی پشت گردنش داره، عین من. اونا میخوان اونو بکشن. کیو میخوان بکشن؟ کجا میتونم کاپیتان رودریگو رو پیدا کنم؟ هر چقدر تلاش کنی چیزی بیشتری گیرت نمیاد. اون خیلی سرسخت‌تر از این حرف هست. نگهبان، اگه دوست داری یکی رو نجات بدی خب منو نجات بده. منو بیار بیرون. من نمیتونم شکنجه رو تحمل کنم. میتونم بهت خدمت کنم، میتونم خونتو تمیز کنم، آشپزی کنم، از حیوانات نگهداری کنم، آهنگم میتونم بزنم. از این خوشم اومد. خوشحالم که خوشت اومد، ولی من از تناب خوشم نمیاد. از این ببرش. خیلی آقایی همه گرسنن، چون یه دستن که غذا رو احتکار میکنن تا قیمتشون بره بالا. من یه دزدم، ولی دزدای واقعی اونایی که از معدن دزدی میکنن. الان نگهبان میاد، زود باش. باشه. یا مریم مقدس، شر اینا رو از سرمون کم کن.
ساکت پدر. آروم باش رفیق، دیدی چقدر به دردت خوردم؟ خداوند شما را بیامرزد. دیدی چه خوب بازی کردم. من قبلا بازیگر بودم، تو کارم هم خیلی موفق بودم. اگه تا حالا بازیگری رو ادامه داده بودم تا حالا به یه جایی رسیده بودم. دهنتو ببندی و فقط راه بری. کاش این زنجیرها رو باز می‌کردی. پسرمو پیش یه دزد گذاشتم تا بیام تو رو نجات بدم. ایداش این دوستا فرار کردن. گم شو. تو خیلی بلدی ها. هی من قبلا این سبک مبارزه رو دیدم. تو همونی هستی که مردم رو نجات میدی داره. هی تو عقاب سرخی درسته ها؟ خودتی؟ تو صورت منو دیدی، حالا مجبورم بکشمت. واسه چی میخوای منو بکشی؟ همین الان من آزاد کردی. بهتر بود میذاشی همون تو میموندم. شکنجه شدم بهتر از مردنه. یه دقیقه صبر کنم، میتونم تحت خدمت تو باشم، پادوت باشم، بنده تو باشم، هر کاری بخوای انجام بدم. بدو بجام. باشه تو 4 بار جون منو نجات دادی. کارت درسته. میخوام تا آخر عمر خدمتگزارت باشم. پسرم آروم باش اون دزد نیست، اون خدمتکار جدیدمونه ساتور. ما یه خدمتکار داریم؟ خدمتکار مؤدبانه شه، بهتره بهم بگی پادو یا آشپز. همه چی خودم مرتب میکنم، آدما هم همینطور. میشه گفت که کلا همه کاری بلدم، همه فن حریفم. مثلا الان دارم گنگکاری تو رو تمیز میکنم. ولی تو همونی هستی که تو زندون بود؟ نه یعنی آره. خب اشتباه شده بود، منو آزاد کردن. برو خودتو بشور چون بوی بدی میدی. خودمو بشورم مگه عید شده؟ راستی این بچه انگار شام بدی خورده. خیلی خوب باشه از اینجا ببرش. برو. باشه ریخ گندی زده. باشه میرم میشونمش. پدر میخواستم یه چیزی بهت بگم. من خیلی تو رو تو زحمت انداختم، ولی از الان به بعد قول میدم که هرچی بگی انجام بدم. منو متعجب کردی آلونسو. و اینکه من فکر نمی کنم که تو یه ترسویی، چون از یه خانواده و یه مدرسه داری مراقبت میکنی. بگو ببینم پسرم، تنهایی به این نتیجه رسیدی یا کسی کمکت کرده؟ نمیدونم، شبحی چیزی؟ یه شبح نه. چی میگی؟ اینو خودم فکر کردم. راستش با عقل خودم. خب مگه نمیگی باید فکر کنم؟ منم شروع کردم دیگه. میگم ممکنه که ناعادلانه به نظر بیای ولی آدم خوبی هستی. زود باش بیا اینجا. دوست دارم پسرم. منم. آخه چه بچه ماهی، چه رابطه خوبی. همه جا رو بگردین. میخوام شلاقم بزنم. خوشبختی چقدر کم طول کشید. گونسالو مونتالبو. میدونستم که درد سرساز میشم. آروم باش. منم. از من چی میخوای؟ باید با همون بیای. آروم باش پسرم، زود برمیگردم. ساتور مواظبش باش.
کجا میری بچه؟ نه اونو بده من. مگه نشیدی اونا دوستای پدرتن؟ گفت میره و زود برمیگرده. چطوره با هم بازی کنیم ها؟ خوبه بازی میکنیم. فقط قبلش بهم بگو چی خورده بودی که اون گندو زدی پسر؟ شاگرد کاپیتان رودریگو مرده، اونم بدون اعتراف. کمیسر شما خیلی کشنده تر از تاونین. یعنی همه نتایجی که به دست آوردین فقط همینه؟ از تو تا خواب حرف زدن راحت، در حالی که من مشغول سرکله زدم با زندونیام. شما یک جنگجوی بی دست و پا نیستین. دیگه بیشتر از این نمیتونین اشتباه کنین. از کاپیتان چی میدونین؟ زیر دستم دنبالشم ولی سرشون خیلی شلوغه. شور شاه، دزدی، این عقاب سرخ. کاپیتان رو پیدا کن و دخل عقاب سرخ رو بیار، به خاطر ما و مخصوصا خود شما کمیسر. اینو یه پیشنهاد در نظر میگیرم به جای تهدید. میدونی که خیلی از مردم همسطح خودت واسه پول در آوردن میرن هندوستان؟ همیشه برای استخدام زیر دستات از زنجیر استفاده میکنی؟ 10 ساله که دیگه خدمتکار نیستی و تو هم یه مارکیزی. از یه طرف مدیون تو هم. ممنونم. اگه تو نرفته بودی من با مارکیز ازدواج نمی‌کردم. چیزی برای تشکر کردن از من داری؟ در واقع ما خیلی به هم شبیه هستیم. هر دوتا بیوه‌ایم و هر دوتا به هم دیگه احتیاج داریم. تنها چیزی که احتیاج دارم اینه که دستامو باز کنی و بذاری برم. بچه کسی به پسرم درس میده؟ من برنامه‌های زیادی برای اون دارم و میخوام که تو معلم اون بشی. من یه بار رد کردم. هیچ وقت انقدر بهت لطف نکرده بودم. میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی منو بندازن زندون؟ چرا انقدر سمجی؟ اگه به هم خدمت کنی هرچی بخوای بهت میدم. میتونی به هم ارزش و اعتبار بدی؟ میتونی با اون سیر بشی؟ دیگه حتی مدرسه هم واسط نمونده. دوباره درستش میکنم. سالها پیش گذاشتم فرار کنی. دیگه این اشتباهو تکرار نمی کنم. معلم و تا دم در همراهی کنین و دستش هم باز کنین. مارکیز گونزالو رو ملاقات کرده وقتی داشته حمام شیر خر میگرفته. شیر خر؟ اینه یه ماهی. وای خدای من شرم‌آوره. تازه به هم گفتن که باهاش یه ساعت هم تنها بوده. 1 ساعت؟ من که حسودیم شد. خوش به حالش، من انقدر وقت ندارم. اینا همه شایعات الکیه. مارکیز که کلوپاترا نیست. اونا بعد همون با شیر چیکار میکنن؟ میخورنش؟ چیو میخورن؟ هی از مارکیز چه خبر؟ ما رو نگران کردی. از مارکیز؟ تعریف کن بگو ببینیم چی شد. خب اون میخواست من معلم پسرش بشم، منم قبول نکردم. ولی تو که نه پول داری نه مدرسه. چیزای مهمتری از پولم هست. مدرسه آخرین چیزیه که از کریستینا برام مونده و من درستش میکنم، مطمئن. آره خب بدون طلا کلی طول میکشه. وقتی که روش میذاریم مهمه. اگه دربارش بدونم به هیچکی نمیگم. البته راستش ما رو وارد چقدر پر روی من با شغلم بازی کردم، اون حالا میگه منو نمیخواد. چیزی هست که باید بدونین قربان. نه چیه؟ چیکار داریم؟ چه فضای شاعرانه؟ نه تو همون دوز سوسیسایی. نه اون خدمتکار منه، یعنی یه جور برده. آره راست میگن، من با ایشون کار میکنم چون ارادت خاصی بهشون دارم. خب میدونی ما از قبل با هم آشنایی داشتیم. مارکیز بهت یه برده کادو داده؟ سکوت علامت رضاست. پس ای شیطون، مارکیز بهش یه برده داده. من 10 سال پیشش کار کردم، حتی یه انگشترم بهم نداده. حالا بتونی برده اینطوری سلام من نداری. یه چیزی بهتون میگم، زودتر پاشیم بریم دیگه. خدای من چقدر خوشم. اگه من بودم شانس نیستم. با اجازه. خب بچه‌ها من باید برم. خدا به همراهت. هر روز 5 تا گاری واسه فروش از کارانجلس وارد میشن. باید اونجا خیلی گندم تو انبارشون داشته باشن. میدونی از چه راهی میرن؟ هر روز از شهر آراکادا رد میشن، خیلی نزدیک به هم، تا کسی اونا رو نبینه. کمیسر به زیر دستشون دستور داده تا کسی بهشون نزدیک نشه. کمیسر تو این قضیه دست داره؟ کمیسر تو این قضیه دست داره؟ ببین کسی دیگه غیر از من نمیدونه. چیو؟ همونو دیگه، قضیه تو رو.
که تو معلم و عقاب یه نفره، درست میگم؟ زبونتو در بیار. بیشتر. نه ببین من فقط از قضیه خبرم بدون مادر هیچی نمیگم. خوب حواست باشه، اگه میخوای زبونتو داشته باشی هیچ کس نباید از این قضیه بویی ببره، فهمیدی؟ عجب ضربه یا های مردم، عقاب سرخ واسمون غذا آورده، میخواد یه چیزی بهمون بگه. بگو عزیزم. این غذا یکی از ما دزدیدن. اگه میخواین گشنگیتون رو رفع کنین برین مرکز فروش کارانجلس، برای همتون هست. بیاین. های مردم، عقاب سرخ براتون غذا آورده، بیاین جلو، بیاین غذاهاتون رو بگیرین. یه خالکوبی پشت گردنش داره. همه رو بردارین. کاپیتان رودریگو صبر کنین، باید حرف بزنین. صبر کنین. اشتباه گرفتین، منو کسی که فکر میکنی نیستم. ببینم میتونی رو زمینم مثل رو سقف دوام بیاری؟ هنوزم داری میای؟ فکر میکردم با یکی از پرشان ناپدید میشی. تو یه آس تو آستینت داشتی، منم یه دونه دارم. همه محمولمون از دست دادیم. متاسفم کمیسر. عذرخواهیت پذیرفته شد. اینجا چی کار میکنی؟ خب اگه قراره دوباره بسازیمش باید از یه جایی شروع کنیم مگه نه؟ صبر کن بهت کمک کنم. سالو تنها تیکه که پیدا نکردیم مال اونجا بود، هیچ جا نیستش. خیلی خوب. امور پسر من تو این خرابه باید درس بخونه؟ ما بریم یه جای دیگه. قبلا جای ما بود ولی بس دیگه، بیا بریم گند نزن. فلورو ممنونم. به زودی این مدرسه درست میشه. اگه برای پسر من مناسبه حتما برای پسر تو هم خوبه. به چیزی بیشتر از زمان نیاز داری تا این رو سر شاگردات نریزه. بهت که گفتم من فروشی نیستم. چی؟ من تو رو نمیخرم، اولین حقوق تو میدم. یادم نمیاد انقدر لجوج بوده باشی.
حواست هست چه فکری میکنن اگه یه نجیب زاده با مردم عادی درس بخونه؟ تو دادگاه چی میگن؟ فکر کنم اینطوری برای اون بهتره. باشه نونیا بیاد اینجا درس بخونه، ولی اگه مشکلی پیش اومد تو باید بیای قصر. امیدوارم موضوع فقط تحصیلات پسرت باشه. من اینو واضح بهت نشون دادم وقتی تو اتاقم بودی. یه چیز دیگه، باید بدونی من زن صبوری هستم، خیلی صبور. شب بخیر ساتور. یه دقیقه صبر کنی الان آماده میشه. سلام. خب با این 3 تا کیسه گندمی که گیرمون اومد میتونیم یه غذای درست حسابی بخوریم، مثل چارلز پنجم. همشم به خاطر عقاب سرخه. آلونسو چی کار میکنی؟ مگه نگفتم برای خالت نامه ننویس؟ ولی من فقط داشتم حساب می نوشتم چون کلاس نداریم. متاسفم پسرم، روز خیلی سختی داشتم. برو برای شام آب بیار. باشه. مأموریت سختی رو قبول کردی، پدر و قهرمان در یک زمان. آلونسو اعلی حضرت. بگو که خبرهای خوبی آوردی. همینطور اعلی حضرت، مشکل تأمین غذای مردم حل شده. تا چند روز دیگه غذاهای زیرزمینی توسط خود مردم برچیده خواهد شد. خوبه. ما باید... نمیخوام بدونم چطور انجامش دادین، ولی مردم نباید گشنه بمونن. چیز دیگه هم هست؟ خیر اعلی حضرت. میتونی بری آگوستین. آگوستین. بله اعلی حضرت. داری از بچه ها مراقبت میکنی؟ مثل بچه های خودم اعلی حضرت. ممنونم. گونزالو بیدار شو. اینجا چی کار میکنی مارگاریتا؟ از آلونسو یه نامه دریافت کردم که ازم کمک خواسته بود. منم سریع اومدم. میدونی که بهت خوش آمد نمیگم. کاملا میدونم دربارم چی فکر میکنی، ولی خواهرزادم به هم احتیاج داره، به خاطر اون اومدم. مسخره است. ما خودمون میتونیم از پس کارمون بر بیاییم. آلونسو برام بیشتر از 10 تا نامه فرستاده. گونزالو تو تنهایی نمیتونی، به کمک احتیاج داری. به کمک تو؟ بعد از اون همه چیز نمیتونی اینجا بمونی. خیلی سال گذشته، نمیتونی منو نادیده بگیری؟ برو. هیچ وقت منو نمیبخشی نه؟ حداقل بذار بچه رو ببینم. همین الان از سئول اومدم. درم پشت سرت ببند. یه جای راحت، یه آتیش خوب واسه ساتور. چه جای خوبی افتادی پسر. آخی تقاص کارشونو میدن.